میخواد بعد از چند دقیقه که 3 نفر جنرال اولی رتبه فرمانده قشون‌های مرزی معاون رئیس کمیته دولتی امنیت ملی خب و رئیس ستاد مرکزی ارتش در گروگان اونها با یک تلفن میشد حل کرد مسئله نظر داره. خب جنرال جلال عبدالعزیز خب سرپرست گروه الف رو بر عهده دارد. بعد جلال برادری رحمانعلی این دو جنرال نظر دادن تمام جزئیات مسئله بازداشت است به خاطر اینکه به طور صورتی نقل کرده در پرونده وجود دارد و شریف‌زاده در صالحی هم شاهد است ولی هیچ کاری نکردن. خب رئیس ستاد رفت نزد وزارت مدافعت پایین شد ولی این دو نفر با چرخ زدن شهر رفتن خانه‌هاشون در روی خود رو شستن تا که رئیس کمیته دولتی امنیت ملی به جلال امر نکرد که به وحدت روند یا به دیگر امر نکرد در جای کار خودش باشد در جای کار خودشان نماند گفتن همه جا آرام است. خب وقتی که از وزارت سلاح‌های زیاد گرفته می‌شود یا از یک قسم نظامی سلاح زیاد گرفته می‌شود خب وزیر مدافعت که خبر نداشته باشد پس ما چه گناه داریم؟ خب امروز ما را گناهدار به این میکنند که ما در تبادلات یا در ایشان نظرداده شرکت کردیم. ما هیچ کس شرکت نکردیم. ما 4 روز چهارم نظرداده را ندیدیم، با نظرداده همراه نبودیم، با نظرداده هیچ مصلحت پیشرفتی درباره تبادلات نداشتیم و هر کاری که نظرداده کردن احتمال دارد که مدت 3 روز اخیر تا اسیانش همراه با هممسلکان خودش از بتالون 25 و از وزارت مدافعه و دیگر وزارت‌ها کرده باشند. ما از این خبر نداشتیم. طور مثال بنده روز 4 سپتامبر رو صبح وقتی از خواب بلند شدم خب بعد از نهاری خب اینترنت در آمدم. در سایت آزادگان من اظهارات وزارت کارهای داخله را خوندم. یک چنین کار از طرف جنرال نظرداده و هممسلکانش در شهر دوشنبه رخ داده. بار دیگر میگویم که با داشتن این قدر قدرت و توان حکومت نیازهای قدرتی حکومتی اگر نظرداده را میگرفتند در شهر دوشنبه دیگر اون توقعاتی که در دره رامی در مغمور در جاهای دیگر بود نمیشد و وقوع نمیپیوند. من رو با صراحت همچون یک ثابت نظامی باورشان بگیرم ولی این کار را نکردم چون یک نظام اداره شونده بود گذاشتن که نظرداده همه کار را انجام دهد. سلاح گیرد نفرات در جاهای دیگر رفت کارهای انجام دهند. خب با ملیته درگیر شوند، با نظامی ها درگیر شوند. خب بعضی ها به شهادت رسند ولی حکومت کاری نکرد. بعدا من در گروگانگیری شرکت نکردم. یکی از بندهایی که به من گناه اعلام کردن گروگانگیری است. من از شریف‌زاده پرسیدم که آیا از اینجا نشسته ها کسی را در یاد دارد که در حولی مسجد قیم یعقوب باشد؟ گفت نه، من شما را یاد ندارم نمیشناسم. و آنها مشخصا 3 نفری که در گروگانگیری او اشتراک داشتند خب ابراز شد و همچنین 2 بار صحبتی که با نظرداده داشتند اون را هم ابراز داشت. چی صحبت کنید؟ بنابراین من در گروگانگیری شرکت نداشتم. من این را تجدید میکنم و من خودم را در این گناهدار نمی‌دانم. بعدا در مورد اینکه گویا من از کسب‌های نظامی وزارت مدافعه سلاح برداشته باشم، رفت سلاح و مهمات کرده باشم، این هم مطلقا بافته خیال بافته‌های راهبر گروه تفتیشاتی و هیئت انجامیان است. خب طور روزها میگویند کاغذ همه چیزی را میبردارد اومد احساس کردی ولی نگیشتم درباره ما تهمت‌های ولی من این را قبول ندارم. بعدا میگن که من شاهد خطی علاقه قسم نظامی فلان را اعلام کردم یا من مطلب پیشکی دادم. من یک چنین کار را نکردم. خطی علاقه را نمیدانم در کجا است و به کسی هم دستور ندادم. و من را از سفر نظر مراد نیست پرسیدم. شاهد سفر آنتونی از وزارت مدافعه پرسیدم، از تیمور رجب پرسیدم، از ابراهیم الهامی پرسیدم که آیا از طرف نهضت اسلامی از طرف رهبریشان یا از طرف من
درباره قصد اصطلاح ویران کردن شاه علاقه و غیره و غیره با شما دستور شد؟ گفتن نه. آیا ما رو در جنای وزارت دیدید؟ گفتن نه ندیدید، انکار کردن. خب بعدا موضوعی که هست گویا ما برای قصد حاکمیت تبادلات دولتی خب هجوم به قصر رئیس جمهور و دیگر اجنسای مهم این جمله کمیته دولتی امنیت ملی خب وزارت کارهای داخله باید مسئولیت پیشکی داشته باشیم. ما هیچ مسئولیت پیشکی نداشتیم، هیچ نقشه هم نکشیده ایم، نقشه هم نداشتیم و از این کوفتکوی اتاق کاری ما گویا از میز کاری سیستم عمرالی خب خریطه ها پیدا شدند و این جمله برکت اون خریطه ها ساخته مقامات هست برای که شاهدان نعمت میرساید این جمله در نشانداد عبدالعلی جنونی که گویا همچون نماینده حزب نهضت در کوفتکو شرکت کرده است درباره خریطه ها گفته‌های زید و نقیض است. جناب میرساید در نشانداد خودش میگوید شاهد میرساید که خب خریطه ها در ورق عادی سفید با رنگ سیاه چاپ شدند و اشاره ها با رنگ سرخ بودند، رنگه بودند. شاهد دیگر نعمت حقوقشناس خب دانشجوی حقوقشناس میگفت که خب خریطه ها رنگه چاپ شده بودند، خریطه ها رنگه. بعدا مسئله دریافت این شخص‌های خالص هم خیلی شبهه آورد. یکی گفت که ما را در پیش کمیته دولتی امنیت ملی بازداشت کردن در آوردن، بعدا حزب نهضت بردن و دیگرش میگفت که من رو به سوی دیپرسیون بودم که از پیش اداره نهضت گرفتن همچون شخص خالص برای کوفتکوی اداره نهضت استفاده بودن و کوفتکو رو دوام کردن. در رفت کوفتکو خانشکنی‌های زیادی از طرف مقامات صادر شدند. خب مسئله ورقه‌هایی که گفتن نه در صحبت شاهد نه در نعمت نه در عبدالعلی جنونی ذکر نیافته. اگر ورقه‌ها خیلی مهمی بودن در رفت کوفتکو باید به شخصیت‌های خالص احتیاط میشد، نشان داده میشد، چون ثبت هم کردن، عکس هم گرفتن و نوار هم ثبت کردن از رفت کوفتکو ولی نشان داده نشدن. ورقه‌ها وجود نداشتن، ورقه‌ها در دیگر جا همراه کرده شدن. در اتاق کاری ما خب یافتن 3 موزیش $100 ساخته که در معاملات خوب راه نمی‌رود و بعدا 6 کوچور 1000 روبلی روسی 6000 خیلی خوب بود. اگر که در میزی کاری من میگفت در کشف کاری من میگفت 600 تومانی خیلی از زندگی من دوستی من چند روز بچرخم میگفتم خونه میبودم. خب بعدا این رو خوب دیدم در پروتکل درک کردم ولی خریطه هایی که زید و نقیض است ورقه هایی که زید و نقیض است اون رو درست درک نکردم بخصوص ورقه ها رو. وقتی اگر من همچنین متخصص حرفه‌ای اگر شرکت می‌داشتم حتما می‌نوشتم که در اتاق کاری حیث محمدعلی و حسین عمرالی ورقه مراجعت به اهل نهضت دریافت کرده شدم. خب ورقه‌های اهل نهضت مال ما نیست. هر اظهارات هر مراجعتی که از طرف حزب نهضت قبول بشود آن در شورای سیاسی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان قبول کرده می‌شود. نقطه به نقطه ویرگول به ویرگول کلمه به کلمه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. یک چنین مراجعتنامه در جای بحث نشده است. هیچ کسی از اعضای ریاست عالی حزب نهضت از مسئولین حزب نهضت از این ورقه خبر ندارد ولی این ورقه از طرف ما گویا تقسیم کرده شد. ما هیچ کس به هیچ کسی چنین ورقه تقسیم نکردیم و این معلوم است که مقامات خودشان به ناحیه خب بشر پنجکن تو ناحیه کوهستانی مشروع و دیگر خودشان برده رساندند و شخصیت‌های ما رو بازداشت کردند که یک چنین ورقه در خانه‌های شما هست.